دوستان خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با توکان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. توکان یا توکا تقریبا در تمام آمریکای لاتین میتوان در جنگل‌های بارانی و ساحلی دید. آنها به دلیل جاذبیت بدنشان جزو اولین پرندگانی هستند که مورد توجه دریانوردان اروپایی قرار گرفتند و به اروپا برده شدند. توکان در اسارت میتونه تا 20 سال عمر کنه. بیشترین طول عمر گزارش شده 26 ساله. توکان مادر در هر تخم گذاری 3-4 تخم میذاره. جوجه‌ها 46 تا 50 روز از تخم بیرون میان. پرنده باهوش و بازیگوشه با رفتاری دوستانه و آرام. توجه فراوانی محیط دور بر خود داره. به سادگی به شانه‌های شما میسته و نوازش مثل یک گربه خودش رو لوس میکنه. اگرچه قادر به تقلید صدا انسان نیست اما مزایای زیادی نسبت به توتیا داره. جیغ میزنه، با سرر شده بلند اصلا به نالزت همسایه‌ها نمیشه. ریزش دائمی، پرهایش کمه، نمیتونه گاز محکم بگیره. همچنین قادر به جویدن پرده و قالی و قالیچه نیست. توتیا میتونه به خوبی توتا تربیت بشن. فقها و بازی‌های زیادی را یاد بگیرن. این گروه پرندگی با دارکوب‌ها تفاوت داره اما خویشاوند به حساب میان. هر دو این پرنده دارای پاهایی هستند که دو چنگال به سمت جلو و دو چنگال به سمت عقب دارن. وقتی پرواز میکنن بالهایشان به سرعت به هم زنن و در نتیجه هنگام حرکت در هوا بال پای میشن. این گروه پرنده‌های درختشین بیشتر به خاطر منقار بزرگتر از اندامشان مشهورند. منقار یک توکان تا 2-3 طول کل بدنش درازه. توکان اکثرا پرنده‌های آمریکای جنوبی هستند. بیشتر آنها در جنگل‌های استوایی زندگی می‌کنند. بدنشان معمولاً سفید و سیاه با نقش‌های رنگ و منقارهایشان بلند. خیلی پهن و معمولاً بسیار رنگینه. رنگ توکان باعث میشه هم نوع خود را به خوبی تشخیص داده و جفت خود را جذب کنند. از اونجا که منقارشان علاوه بر اندازه‌شان که ظاهری سنگینه، در نتیجه وجود سلول‌های لانه زنبوری با یاشیست ال بسیار سبکند. به منظور قادر ساختن این پرندگان برای دسترسی به میوه‌هایی که به طور نامناسبی در بالای چتر درخت قرار داره شکل گرفتن. آنها از منقارشان با نهایت مهارت استفاده میکنند. آنها توتا را میچینند و بعد آنها را به داخل گلوی خود میاندازند. آنها معمولا دست جمعی در بالای درخت زندگی میکنند. 2 انگشت به جلو و 2 انگشت به سمت عقب دارند. این شکل انگشتان به آنها در بالا و پایین آمدن بر روی تنه درختان کمک میکنه. آنها در سوراخ‌های طبیعی درخت‌ها لانه میسازند. از میوه حشرات، مارمولک‌ها، پرنده‌های کوچک و تخم مرغ‌ها تغذیه میکنند. آنها قبل از هر چیز پرندگان میوه خوارند. از بیش از 100 گونه مختلف تغذیه میکنند. پس از جفتگیری و برای تامین پروتئین مورد نیاز از حشرات مختلف تغذیه میکنند. این پرنده با هم نهادهای خود با یا پرندگان کوچکتر خوبی نداره. این 5 گونه از این پرنده در دنیا وجود داره که مهمترشون هم توکان منقارتیز، توکان توکو. توکان منقارتیز یکی از بزرگترین اعضای خانواده‌اش هست. این پرنده در حالت پرواز منقار بزرگ، بالهای 5، دم کوتاه و چهره منحصر به فرد داره که پرنده‌ها معمولا در گروه‌های کوچک زندگی میکنند. توکان توکو 55 سانتی متر طول داره، مشخص نوکی بلند است که حدود 1/4 طول کل بدنش را تشکیل میده. در اطراف نوکش پرهای نوک‌تیز نداره و اطراف چشمش پر نداره. زبانی دراز با قسمت‌های ساییده شده در اطراف زبان داره، بالای کوتاه داره و مانند دوم داره انحنا هستند. راه رفتنش ضعیفه. در جنگل بارانی گمسیری رو زندگی میکنه. آنها در خوردن هر چیزی کنجکاو میکنن، مثل میخ، خرد شیشه و غیره. ممکنه مسئولیت بسیار شدیدی بگیرن. شما مثلا همراهمون بودید و فراموش نشه کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعدی، بدرود.